دوستان عزیزم، امروز میخوام براتون خورش گوجه سبز رو آموزش بدم. نیاز به 300 گرم گوشت گوسفند داریم با استخوان، بین 200 تا 300 گرم گوجه سبزه که اون بنابر ذائقتون میتونید کم و زیادش کنید. من از سبزی خشک استفاده میکنم. اگر سبزی تازه باشه از هر کدوم از این سبزی ها نعنا، جعفری و تره به میزان 250 گرم شما میگیرید، پاک میکنید و اون رو خیلی ریز خورد میکنید. من از سبزی خشک استفاده کردم. نعنا 3 قاشق غذاخوری، جعفری 3 قاشق غذاخوری و همینطور تره خشک هم 3 قاشق غذاخوری. شما میتونید جعفری رو بیشتر بریزید و از تره کم کنید. نیاز به ادویجاتی داریم. 1 قاشق مرباخوری، من پودر سیر استفاده میکنم، ادویه انبه، زیره سبز، پودر پاپریکا و همینطور ادویه مخصوص گوشت هست که از هر کدوم اینها 1 قاشق مرباخوری و نمک و زردچوبه هم به میزان لازم. ما 1 دونه از این پیازها رو 4 قسمت میکنیم و با گوشت و کمی زردچوبه میذاریم با 2 لیوان آب پخته بشه. بعد از اینکه پخته شد من توضیحاتم رو میدم. و یکی از این پیازها رو به صورت نگینی خورد میکنیم و سرخ میکنیم که من الان میرم که اینها رو آماده کنم. عزیزانم، من پیازامو نگینی خورد کردم. الان ریختم کمی تفتش بدم. این تفت میخوره. گوشتم هم گذاشتم پخته شده و الان من کمی این یه مقدار سبک بشه سعی میکنم که سبزیجات رو بریزم و با همین روغن و پیاز کمی اونها رو هم تفت بدم و بعد اون 1 ربع آخر بعد از پخت و همینطور گوشتم میریزم. اون 1 ربع آخر من از گوجه سبز استفاده میکنم. گوجه رو ما نمیتونیم اول بریزیم چون تا اون موقع له میشه، ولی اون 1 ربع آخر گوجه رو میریزیم. گوشتمون هم که پخته شده باید حتما کمی توی این روغن تفت بدیم. عزیزانم، ما پیازمون رو کمی تفت دادیم، سبزی رو میریزیم، کمی هم سبزی رو تفت میدیم. خیلی نیاز نداره که خیلی سرخش کنیم، نه، یه مقدار که تفت خورده بشه کافیه. عزیزانم، ما سبزیمون رو تفت دادیم، گوشتمون رو صاف میکنیم و داخل سبزی میریزیم و کمی هم با سبزی و گوشت تفت میدیم. این گوشت پخته شده است، تفت میدیم که له نشه و زمان پختش هم این خیلی کوتاه‌تر میشه. خب الان من ادویجات رو اضافه میکنم. پودر پاپریکا، چون گوشتمون پخته شده هیچ ایرادی نداره، نمک میزنیم و اجازه میدیم که کمی بوی این ادویه بلند بشه. بعد آب گوشتمون رو صاف میکنیم، یعنی اون پیازی که گفتیم گذاشتیم پخته شد آبش رو صاف میکنیم، از آب گوشتمون هم به این اضافه میکنیم. دوستان عزیزم، من آب گوشت رو صاف کردم و ریختم داخل موادم. این الان یکم باید جوش بخوره. 1 لیوان آب من دیگه اضافه میکنم، آب جوش اضافه میکنم و میذارم یکم سبزی ها
جا بیفته. و 1 رو به آخر من گوجه سبز رو اضافه میکنم. عزیزانم این خورش ما هست، الان تقریبا داره جا میفته. من الان این گوجه رو میریزم داخلش و هم میزنم. بدر رو میذارم روش، زیرش رو کم میکنم تا خوب پخته بشه. دوستان عزیزم این نهایت کار ما هست. اگر این رو درست کردید و گوجه سبزتون خیلی ترش بود و این غذای مقدار مزش ترش بود، میتونید با کمی شکر یا با کمی شیره انگور این رو ملس کنید. این بستگی به ذائقه خودتون داره. بعضی ها ترش دوست دارن، بعضی ها ملس. اگر خواستید ملس باشه میتونید از شیره انگور کمی بریزید، مزه کنید و مزه دلخواهتون رو به دست بیارید و یا با شکر. این نهایت کار ما بود. امیدوارم که درست کنید و از مزه اون لذت ببرید. ما رو دنبال بفرمایید و لایک کنید. متشکرم.